درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. بوکسی تاریخی و شانسی بزرگ برای اسرار واحدов و برای تاجیکستان. روز 29 می امروز در هوما آرینا در شهر تاشکند شاهد یکی از بزرگترین و مهمترین نبردها در تاریخ بوکس کسبی تاجیکستان خواهد شد. مجزن معروف و محبوب کشورمان فخر همه ما اسرار واحدов برای عنوان قهرمان بوکس جهان برین میبراید. رقیب او در این جنگ تقدیرساز یکی از ابرقدرت‌های بوکس جهانی، دو کرات قهرمانی المپی و سابق قهرمان جهان WBO روبیس رامیرس از کوبا میباشد. این نبرد تنها یک مسابقه نیست، این امتحانی بزرگ تاریخی و امکانیت طلایی است تا نام تاجیکستان در قله بوکس کسبی جهان بستان شود. اسرار با آمادگی بلند، روحیه شکست‌ناپذیری تاجیکانه و عمیق بر رینگ وارد می شود. ما با قوت، مهارت و غیرت تو باوری داریم. اسرار دوستان، امروز اسرار واحدов رو همه کسا دستگیری میکنیم، دعا میکنیم که او دست بالا شود و قهرمان جهانی WBO شود. دوستان، همه کسا در کامنت ها اسرار واحدов رو دستگیری کنید، دعا کنید که او دست بالا شود و کمربند جهانی WBO رو به تاجیکستان بیارد. دوستان، امروز در تاشکند در هوما آرینا یکی از بهترین نبردها و مهمترین نبرد برای مردم تاجیکستان، برای اسرار واحدов میباشد. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. من حتما فردا نتیجه این محاربه رو به شما میرسانم و امیدوارم که اسرار واحدов قهرمان خواهد شد. دوستان، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدایا رو یاورتان باد تا امید دیدار.